با بهترین تمنیات به شما درود میفرستم بینندگان عزیز. سرخط رویدادهای امروز 4 ایون را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تماشا دارید. در این برنامه در برابر دیگر موضوعها از آن خواهیم گفت که قرقیزستان از بد شدن وضع در مرز با لغش تاجیکستان خبر داد. مقامات روس میگویند ورود مهاجران طریق پاییز به روسیه را بررسی کردند و به 28 سال زندان محکوم شدن جوانی که راننده تاکسی را در دوشنبه با 42 ضرب کارد به قتل رسانده بود. اما آغاز میکنم از وضع باد و هوا. در تاجیکستان در چند روز آینده گرمی فوق‌العاده پیشگویی شده است. مرکزی آب و هواشناسی میگوید به احتمال زیاد تا 7 ایون دمای هوا در کشور تا 45 درجه را تشکیل نموده خاک باد نیز در نظر است. به ساکنان توصیه می شود که روزانه از گشت و گذاری طولانی در کوچه ها خودداری کنند، بخصوص بیماران دل و فشار بلندی سلامتی خود را احتیاط نمایند. همچنین مشورت داده شده است که ساکنان در هوای گرم تا 2 لیتر آب بنوشند. خدمات مرزبانی کمیته امنیتی ملی قرقیزستان و در منطقه اونجو بلوق نویه جان اولای ولایت اوش در مرز با تاجیکستان را متشنج گفته است. این منطقه قرقیزستان با نویه لغش وادی رشت تاجیکستان هم مرز می باشد. طبق اظهارات جانب قرقیزستان ساعت 3 بامداد امروز جانب تاجیکستان در منطقه هنوز علامت گذاری نشده در درونتر از 1000 متر در قلمرو قرقیزستان کانتینر یا واگن ها جایگیر کرده است. به گفته خدمات مرزبانی قرقیزستان در قلمرو تاجیکستان همچنین تجمع نیروهای نظامی با ماشین های سبکرو و تکنیکای زیر پوش مشاهده شده است. طرف تاجیکستان تا کنون به اظهارات جانب قرقیزستان واکنش نشان نداده و درباره وضع مرز اظهارات نشر نکرده است. نوبتدار شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه لغش به رادیو آزادی گفت فعلا وضع در منطقه آرام است، هیچ شکایتی از منطقه مرزی با قرقیزستان نرسیده است و تجمع نیروهای نظامی در حدود ناحیه لغش دیده نمی شود. با وجود نرمتر شدن محدودیت‌های مربوط به کرونا ویروس شماره مهاجران مهنتی در روسیه کاهش می‌یابد. از جمله سفر مهاجران تاجیک به این کشور در سال جاری 37% و زادگان ازبکستان و قزاقستان 42% کم شده است. کمیرسانت با نشر این اطلاع افزوده است تا 1 می امسال 2,680,000 نفر از شهروندان خارجی به روسیه وارد شدند که در قیاس به 1 سال پیش 35% کمتر می‌باشد. در عین زمان معاون سروزیر مراد حسنولین به خبرگزاری‌های روسی گفته است نارسایی نیروی کاری در ساختمان‌های روسیه وضع فاجعه بار را به وجود آورده است و تصمیم شده است که آمدن مهاجران با پاییز اجازه داده شود. ضمن برگزاری یک نشست بین‌المللی اقتصادی وزیر ساختمان روسیه ابراز داشته است که به احتمال زیاد مشکلات ورود مهاجران برای کار در ساختمان همین تابستان حل خود را پیدا می‌کند. ایریک فیزولین شماره پروازهای منتظم از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه را ناکفایه خوانده تاکید نموده است در صورت رضایت استادی جمهوری روسیه اوید به کرونا ویروس شرکت‌های هوایی آماده‌اند که تعداد پروازهایشان را زیاد کنند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن اعلام کرد که واشنگتن 75% واکسین‌های استفاده نشده ضد کووید 19 را به برنامه کوواکس سازمان ملل متحد برای تقسیم آن در سراسر عالم تقدیم می‌کند. قبلا قصر سفید اطلاع داده بود که تا آخر ماه ایون نزدیک 80 میلیون واکسن را به کشورهای عالم تقدیم می‌کند. روز 3 ایون ماموریت پرزیدنت بایدن اعلام کرد که واشنگتن 25% واکسن‌های استفاده نشده ضد کووید 19 را برای احتیاط و تقسیم به کشورهای همپیمان نگاه خواهد داشت. شما سرخط خبرها را تماشا دارید. منصبداران افغان میگویند در نتیجه 2 بمبگذاری در مینی اتوبوس‌های شهر کابل کمش 8 کس به هلاکت رسید. فردوس فرمرز سخنگوی پلیس کابل گفت که هر دو ترکش 3 ایون در محله استقامت اقلیت شیعه مذهبی هزاره به وقوع پیوست. به قول نام برده در ترکش اول 4 نفر و از جمله 2 زن به قتل رسیده، 4 نفر دیگر جراحت برداشت. بر اثر ترکش دوم هم 4 کس فوتیده، 5 تن دیگر زخمی شد. شاهدان حادثه به خبرنگاری ریترز چنین گفتند. فعلا انفجاری که شد همین 1 ساعت پیش ما در این ساعت قرار داشتم و ما از همین داخل موتر تانستیم که 3 نفر جان سالم داشتن بیرون بکنیم. امیر امنیت بگیره، اگه نمیتونه اعلام کنه که دیگه بگیره، مردم مسکین بیچاره کشته نشه.
کنون یگان گروه مسئولیت بمبگذاری ها را بر دوش نگرفته است. در گذشته در افغانستان هم طالبان و هم گروه دهشت افکنی دولت اسلامی بمبگذاری نمودند. 1 ایون دهشت افکنان گروه دولت اسلامی مسئولیت 2 بمبگذاری در اتوبوس‌های کابل را بر عهده گرفتند. در آن حمله ها کمش 10 کس کشته شد. از 1 می زمان آغاز بیرونشوی نیروهای بین المللی در افغانستان خشونت ها افزایش یافته است. تخمین می شود که ماه سپتامبر با تکمیل روند بیرونشوی سربازان خارجی ناآرامی های افغانستان باز هم بیشتر خواهد شد. برمیگردم به تاجیکستان در دایره یک سوزش در موسم تابستان از آب انبار بحر تاجیک به قزاقستان 315 میلیون متر مکعب آب پلیزی خواهد داد. قرارداد در این زمینه میان وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان و وزیر اکولوژی و ذخیره های طبیعی قزاقستان در دوشنبه به امضا رسیده است. به نوشته رسانه های قزاقی در صورت پیامدهای منفی کمشوی علاوگی آب انبار مقامات قزاقستان به تاجیکستان کمک های مادی و فنی می‌رسانند. از این پیشتر گفته شده بود که امسال در حوزه رودخانه سیردریا نارسایی آب مشاهده شده مشکل آبیاری در کشورهای پایان‌آب از جمله قزاقستان را به وجود آورد. آب انتقال یافته از تاجیکستان ولایت‌های ترکستان و قزل‌ارده را از خشکسالی نجات خواهد داد. از شهر ایرکوتسک روسیه جسد 2 مهاجر تاجیک را به وطن انتقال دادند. این 2 نفر که 51 و 62 سال داشتند از بیماری جگر وفات کردند. چند روز پیش علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک در یک مراجعه ویدیویی از مهاجران تاجیک دعوت کرده بود که برای فرستادن تابوت فوتیده ها کمک مالی رسانند. بعدا شیرینوف در یک نوار دیگر گفت که مبلغ برای انتقال جسدها از طرف تاجیکان همگی در بین 2 ساعت جمع شد. هر سال در روسیه ها نفر از تاجیکان با علتهای گوناگون وفات میکنند. طبق آمار رسمی سال گذشته تابوت 300 شهروند کشور از روسیه به وطن انتقال یافت. دست کم 50 تابوت را ماه ایون سال گذشته توسط روی زمینی به وطن آوردند. بعضی از جسدها را در روسیه دفن کردند. در شهر سنت پترزبورگ با دستگیری سبربانک اولین کارت الکترونی برای مهاجران مورد استفاده قرار گرفته است. خواهشمندان امکان دارند کارت الکترونی را در مرکزهای مهاجرتی شهر دسترس کنند. به فرق از کارت عادی بانکی، کارت الکترونی دارای QR کد و تمام معلومات شخصی درباره صاحبانش را در بر میگیرد. به گفته مقامات روسیه توسط کارت الکترونی مهاجر مهنتی میتواند معاش خود را بگیرد و هم به خویشاوندان طریق موبیل با فایز پستر پول فرستد. همچنین نظام نو گذراندن مبلغ پاتنت را آسان‌تر می‌کند. این افغانی در حالی است که حالا هزارها مهاجران برای دریافت پاتنت و قانونی کردن حضورشان که تا 15 ایون مقرر شده است در نزد مرکزهای مهاجرتی سرگردان میباشند. طبق خبرهای رسیده بعد 30 ایون اخراج و یا دپورت مهاجران غیر قانونی تاجیک آغاز می‌یابد. دادگاه شهر دوشنبه هفته جاری سیمومین محیدینوف ساکن نویه جیهون ولایت ختلون را به 28 سال زندان محکوم کرد. نامبرده در قتل بیرحمانه و پرسر و صدای راننده تاکسی در پایتخت گناهکار دانسته شد. جسد ایرج امام علی راننده 31 ساله تاکسی را شب 15 فوریه امسال با 42 ضرب کورد در داخل ماشینش در کوچه دهاتی دوشنبه پیدا کرده بودند. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان گفتند با گمان دست داشتن در حادثه مذکور محیدینوف 21 ساله را دستگیر کردند. او نیز در یک نوار مقامات که معلوم نیست تحت چه شرایطی ثبت شده است گفت بحثش با راننده بر سر پل سر زد و در مورد کشتن او بی‌عقلی کرد. حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم عزیزان. بانک ملی برای امروز 4 ایون $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 75 درم تعیین کرده است. امروز قرب روبل روسی بالا رفته است. 1000 روبل 154 سومانی و 10 درم مقرر گردیده است. دوستان عزیز این چند خبری بود که تا این ساعت به دست من رسید. خبرهای از این بیشتر را در برنامه اخباری آزادی منتظر باشید. ساعت پس به استودیو برمیگردم. تا دیدار.